سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو آنباکس میکروفون و یه سری وسیله دیگه که گرفتم بهتون گفتم آنباکس میکنم. راستش من دیشب این ویدیو رو گرفتم، برق رفتش و اینکه ویدیو مثل اینکه بد در اومده بود. راستش من حالا تیکه اول که همون پاره کردن کاورش اینا هست و میذارم تماشا کنید و میریم حالا ادامه آنباکس رو میبینیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، چنل سابسکرایب کنین و اینکه کامنت بذارین. حالا من زیاد تخصصی نمیتونم بررسی کنم چون تخصص خاصی ندارم در این زمینه، ولی تا جایی که بتونم نظر خودمو میگم بهتون که مثلا میصرفه یا نمیصرفه. من چند وقتی نبودم، اگه داخل ویدیو قبلی بهتون گفتم، اگه ویدیو قبلی دیده باشین، چون یه کار پاره وقت گرفته بودم که بتونم مثلا این میکروفون اینا بگیرم که کیفیت یکم صدا و این چیزا رو بهتر کنم برای شما. اینم از میکروفونمون، میکروفون ماونو برادران چینی ساختن، دستشون درد نکنه. از همینجا هر برادر چینی که داره ویدیو رو میبینه دستشون میبوسم، دروغ گفتم نمیبوسم. این ور کاره، این اون ور کاره، اینم پشت کاره و اگه بتونید ببینین این قسمت نوشته میدینگ چاینا. خب 12 ماه ضمانت و گارانتی داره این میکروفون، بهترین بخشش همینه. اگه اتفاق افتاد میشه تعویض یا پس داد. البته اینجا ایران معلوم نیست بتونیم کاری کنیم. درش رو وا میکنیم، توش رو نگاه میکنیم. درش باز کنیم. هی بعد برقمون هم اومد، خیلی ممنون باز از اداره برق، از همینجا تشکر میکنم. خب این بروشورشه، این کد QR کدشه برای فکر کنم اپلیکیشنش باشه. حالا من اسکن نکردم، یه اپلیکیشن داره، از طریق اون میتونین کنترل کنین صدا و این چیزا رو. باز حالا اگه خیلی بخواین تخصصی کار کنین، این ور داره توضیح میده که هم به گوشی میتونین بزنین از طریق USB به USB، هم به کامپیوتر میتونین از طریق از طریق تایپ سی به تایپ سی میتونین بزنین به گوشی، از طریق USB و تایپ سی و تایپ سی حالا میتونین بس کنینش به لپتاپ یا حالا هر چی. حالا در ادامه بهتون نشون میدم. یکی از چیزایی که داخل این میکروفون واقعا نظر منو جلب کرد سادگیش بود. راستش خیلی چیز ساده ایه به نظر من. حالا این رخ خود میکروفون از جهات مختلف، اینم پشتش یه دونه پاپ فیلتر داره. حالا من نمیدونم فارسیش چی میشه، حالا فوت میکنی این چیزا رد نمیشه ازش. بعد داخلش RGB داره، اینجا چند تا دکمه داره، نویز کانسلینگ، میوت و نور RGBش بتونید فعال کنید. دکمه‌اش لمسی هستن. زیرش تنظیم کننده صدا داره که مثلا چقدر صدا دریافت کنه یا نکنه فلان اینا. پشتش گیره داره برای اینکه بتونین میکروفون رو سرش رو بالا پایین کنین. به این صورت گیره‌اش رو من صفر کنم. خب پشتش یه دونه اگه دقت کنین جایگاه تایپ سی داره فکر کنم داخل ویدیو، بذار ببینم معلوم میشه. آره یه دونه جایگاه تایپ سی داره این قسمت که از طریق تایپ سی میتونین وصلش کنین به مثلا گوشی‌های دیگه میگم، به گوشی یا حالا مثلا به لپتاپ. یه دونه چیز داره، من اسمشو نمیدونم، فکر کنم اسمشو اینو میتونم، درگاه، یه دونه درگاه AUX داره. این قسمت مثلا هدفونی هندزفری چیز بذارین، این میشه مایکتون، اون هدفون هندزفری باش میتونین بشنوین. بعدش تمام چیزی که بود ظاهر و باطن این بود. کیفیت صداش هم تستشو حالا آخر ویدیو یا وسط ویدیو براتون میذارم.
این لوازم جانبیش هستش، داخلش یه دونه درگاه تایپ سی به یو اس بی هست که با برداشتن سرش میتونین تایپ سی به تایپ سیش کنین. ایدهشون رو خیلی دوست داشتم، جالب بید دیگه. داخلش دفترچه راهنماش هستش، اینا تمام نکات حالا اپش و فلان و اینا رو گفته. ما چینی بلد نیستیم، انگلیسی هم زیاد خوب نیست، زیاد فکر نکنم حالا به کار من بیاد، ولی چیز به درد بخوریه. خب چیزای دیگه که هست، یه دونه پایه هستش برای زمانی که مثلا اگه شما مثلا یه دونه پایه بلندتر داشته باشین، اینو وصل میکنین زیرش، از این قسمت وصل میکنین به اون پایه بلندتر. ببینم تصویرش کنم داخل دفترچه بودش، حالا بهتون نشون بدم. بله اینا یه دونه دقت اگه کنین پایه خودشو در میاره، این قسمت رو وصل میکنه بهش، بعد میذاره روی پایه بلندتری که هستش. داخلش یک عدد رطوبت گیرم بود، دمشون گرم که رطوبت نگیره، و کل تجهیزات هدفون تقریبا همین بود دیگه، چیز خاصی نداره. تست صداشو براتون میذارم. خب اینم از تست صداش و RGBش. چیزی که من اینجا داخل دفترچه راهنما دارم میبینم اینه که RGB چند تا رنگ داره، قرمز داره، نارنجی داره، زرد داره، سبز داره، بنفش داره، آبی داره، آبی کمرنگ داره، رنگ کمونی داره. ببینیم تستش کنیم. این قرمزش، این زردش، نه اون نارنجی بود، این زرده، سبزش، آبی کمرنگش، آبی آسمونیش، صورتی، بنفش نداشت، گول زدم ما رو. نه بنفش هم داشت، بنفش هم داشت. حالت تکنو هم داره، برشه میکنه، خوش عوض میکننش. خب دیگه توی دفترچش سبز، و اگه روی میکروفون سبز باشه به قرمز بشه فکر کنم میوت میشه. بذار ببینم اینجا الان حالت آبیه، نویز کانسلینگ آف. آبی باشه نویز کانسلینگش آفه، نه سبز با آبی نویز کانسلینگش آنه. الان نویز کانسلینگش روشنه، مثل اینکه اگه این دکمه رو بزنم فکر کنم نویز کانسلینگش آف میشه. درسته؟ فکر کنم میوت کردم اصلا صدا رو. نمیدونم، بلد نیستم. سبز به قرمز که میشه میوت. الان آبیه نویز کانسلینگش روشنه، من نمیدونم چکتی آف کنم از طریق اپ خودشه یا حالا چیه. این هم فکر کنم تنظیم صداشه. حالا اینور صدای من کم میشه تا خاموش بشه فکر کنم، یا اینور مثلا صدای منو میگیره زیاد میشه. حالا این دوباره حالت وسطشه. این هم از حالا تست صداش تا جایی که من میتونستم بگیرم. 1 2 3 صدا رو امتحان میکنیم. این تست نزدیک صدای من از گوشیه. 1 2 3 صدای از نزدیک میکروفونه. و اینکه یک چیز دیگه که من خریدم این بودش، اینجا رو یکم مرتب کنم. این بودش هدفون ساوند کور گرفتم، اسمش رو دقیق نمیدونم، سریشو Q20i فکر کنم. آره Q20i. این هدفون رو گرفتم، هدفون خیلی خوب بود، نظارتش خیلی خوب بود. من خودم احساس کنم واقعا راضی بودم.
حالا داخل جعبش که هیچی نیست، ولی خب حالا نشون بدم بهتون جعبش شکلیه. خب چیزایی که داخل جعبش بود، خود هدفون، یه دونه دفترچه راهنما، اصولا حالا دفترچه راهنما داخلش بود که نکاتش نوشته مثلا شکلی هدفون رو مثلا آن و آف کنی و فلان و نمیدونم صدا رو زیاد کنی بزنید موزیک بعد اینا. یه دونه کابل شارژر بود که اینو نکته که هستش به فست شارژ، به سریع فست شارژ نباید وصل کنیم، به آداپتور فست شارژ نباید وصل کنیم، به آداپتوری وصل کنیم که 5 وات باشه. مثلا همین شارژر قدیمی بودن، مثلا اول تایپ سی اینا نبودش، چی بهش میگفتن یادم نیست، به اون چیزا باید وصل کنیم، به اون آداپتورهای قدیمی برای گوشه قدیمی بودش، مثلا J7 اینا. بعد داخلش یه دونه کابل AUX بودش. AUXش یکم بیجونه راستش بخواین، انتظارش مثلا چیز با کیفیت تر بیدن، ولی خب دمشون گرم تو گمرک بر نداشتن، همینم هست. و خود هدفون یه درگاه AUX داره، یک درگاه تایپ سی داره برای شارژ شدن، ولوم صدا داره این ورش هم یه دونه دکمه داره برای روشن خاموش شدنش. و مهمترین چیز و بهترین بخشش نویز کنسلینگش. من به جرئت میتونم بگم تا الان که من هدفون و هندزفری داشتم، یکی از بهترین نویز کنسلینگ ها رو هدفون سنکور داشت. واقعا نویز کنسلینگش خیلی خوب بود، در حدی که مثلا من گذاشتم روی گوشی من کنار زنگ میزد من صداشو نمیشنیدم. واقعا چیز حقیه. میتونین برای سرتون تنظیم کنین که مثلا اگه سرتون بزرگه یا سرتون کوچیکه، با این قسمت میتونین تنظیمش کنین. بعد تاشو واقعا جای کمی میگیره ازتون. مثلا اگه بخواین داخل بادی بگ یا مثلا چیزای دیگه هم کنین، اینقدر بیشتر جا نمیگیره، اندازه کفته است تقریبا، زیاد جا نمیگیره. شارژ دهیش و مثلا شارژ شدنش راستش امتحان نکردم، ولی نگه داشتن شارژش واقعا خوب بود به نظر من. زمانی که من این مثلا 2-3 روز پیش گرفته بودم 60% شارژش، هنوزم 60% شارژ داره. البته حالا من خیلی هم زیاد استفاده نکردم، ولی به نسبت مثلا 7 ساعت یا 5 ساعتی که فکر کنم استفاده کردم، واقعا به نظر من خوب بود که شارژش رو انقدر نگه داشت. اگر مثلا برای گیم یا این چیزا میخواین، من داخل بلوتوثش بگم که یک دیلی نسبتا کمی حالا داره، یه دیلی داره. مثلا اگه شما مثلا شلیک کنین صداش چند صدم ثانیه این ور میشه، قابل چشم پوشی میشه گفت باشه. حالا من نمیدونم شما در چه حدی مثلا دقیق هستین، ولی اگر با AUX وصل کنین مثلا به گوشی یا مثلا به کنسولتون، اینا دیلی اصلا نداره، صداش کیفیتش خوبه، واقعا به نسبت قیمتش واقعا خوب بود. من پیشنهاد میکنم بگیرین، واقعا من پیشنهادش میکنم بگیرین. و این که اگه بتونم کیفیت صداش هم براتون الان میذارم، الان بذار ببینم چی میشه. این صدایی که الان میشنید صدای میکروفون این هدست هستش، یعنی زمانی که شما به یه نفر زنگ میزنین این صدایی که طرف مقابل از شما میشنوه. حالا اینکه کیفیت داره یا نه دیگه تشخیصش با خودتون. از اینکه تا اینجا ویدیو اومدین متشکرم، دستتون درد نکنه. حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، اگه کسی میخواد بخره براش بفرستین که حالا ببینه.